خب بچه ها، من اومدم یه جایی میام از ساحل کیش. خب من اول باستانشناسی توضیح بهتون بدم که این مکانی که الان دارید میبینید مثلا نمیدونم کجاست، پس خیلی منتظر نباشید از من دیتا بگیرید، ولی بویی از تاریخ ما میره و ها خوندم عهد تقلب بهتون. اینجا مسجد جامع حریره است، بعد یک مسجد خیلی معروف بوده بنای اولی این مسجد، فضای کوچیک با اکثر صفش اندازه و محرابی ساده و کوچیک که حدوداً 900 تا 1000 سال قبل اینجا مسجد بوده. بعدش هم که عرضم خدمت شما که مساحت شبستانش 1200 متر بوده، جمعیت اینجا در حدود 2200 تا 2300 نفر رو تو خودش جا میداده. طاقش از اصطلاحاً طاق 4 بخشی داشته و سقف تخت یعنی تیرپوش بوده. بعد یه برج مربی هم نیز کنار مسجد مونده. اینا دارم تقلب میکنم یا فکر نکنید رفتم خوندم. بعدش هم که مال اینو میتونم بتونم که مال دوره تیموریه که شهر حریره رو به افول رفته و از وسط مسجد هم کاسته شده. در دوران پایانی هم واسه از مسائل مورد مسجد کوچیکی در محل محراب مرکزی ساخته شده. یعنی مجموعه کل این جایی که دارید میبینید اینجا کلا مسجد بوده. خب اینجا کلا مسجد بوده، بعد تبدیل به این یک کوچولو شده. این پایان. خب بچه‌ها این ساحل کیش، بندمش در مورد کیش چیزی بدونیم که اینجا جریمه بشید باید همینجا پرداختش کنید. بعد آشغال ریختن ممنونه، جریمه داره، اصلا از ماشین پیاده شدن جریمه داره. خلاصه ساحلش خیلی مونده اونجوری بریم نزدیک ساحل. بعد موتورها اکثرا برقی هست. میتونم براتون بگه که واقعا یاد میتونم دیتا بهتون بدم تا دیتاهای بعدی. دارم لذت ببرم، دارم سامان ببرید. شهر تاریخی حریره، یادگار 1000 ساله کیش قدیم، یکی از قدیمی ترین ها بوده. بعدش هم اون مسجد هم که بالا دیدید مسجد حریره بود، یه بندر تاریخی داره و یه هم یه محیطی حالا که توسط آثار باستانیشون اینجا داریم میبینیم. کلی شهر بوده که ببینم نوشته که سعدی، مارکوپولو، ابن بطوطه و دیگر مشاهیر مورخین یا به کیش سفر کرد یا در زمان نوشتن. ناوگان پرتغالی از سال 886 جزیره هرمز کیش رو به تصرف درآورد. حضور طولانی استعماری از جنوب اولی بوده که شهری به عظمت و شکوفای حریره متروکه و خالی از سکنه شده. بعد چندشون که اصطلاحاً کاوش کردن یه عمارت اعیانی پیدا کردن، حمام، بندرگاه تاریخی و مسجد جامع رو که فیلمش رو دیدیم در آوردن توش. دیگه براتون بگم که
بریم بچرخیم نگاه کنیم. اینم دیتایی که گذاشتن جلوی ورودی. بچه ماشینم اینجا پارک کردم. ورودی هم نداره گویا. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم توش دیگه. اینا چیزاییه که ازش پیدا کردم. اگر زوم بشه من بلد نیستم. من در مسیر بازدید حرکت کنیم. این مسیر بازدیدش چه شکلیه؟ بریم کوچولو بریم جلو ببینیم چی داره بچه ها. خب اینجا یه حالا آثاری از چیز میبینیم. ساخت و ساز داشتن اینا هم که اینجا دارید مشاهده میکنی. یکی بریم ببینیم چی هستن اینا. خب این چیزی که اینجاست بچه حمامه. اینجی حمام است. میگه از ملات سارور ساخته شده. حمام باستانی بوده که گرمخانه و گلخن و محل تنظیف و خزینه داشته. بعد دوره تاریخش مال ایلخانی و تیموری بوده. میگه که بخشی از حمام جدیدتر برای حمام قدیمی. انگاری که یه حمام بوده تو دوره ایلخانی که تو دوره تیموری یه دونه حالا حمام جدید رو همینجا ساختن. حالا امتیازش هم گویا این بوده که 2 خزینه با اختلاف 105.1 متره که بریم بالا فکر کنم باید خزینه باشه که خزینه جدید برای بخش از خزینه قدیمی ساخته شده. جالبه. پس یه خزینه بود یه خزینه دیگه روش ساختن. بریم ببینیم چی بالا میبینیم بچه‌ها. منم مثل شما پله های چوبی. اینم خب این خزینه است. یعنی بله اینجا چی میبینید؟ من نمیبینم. اینجا که گویا اجازه داریم بریم پایین. پس بریم با هم ببینیم. این همچین لوکیشنی هست دیگه. محیط کلی از این زاویه‌اش. اوکی. خب بچه روی حمام یک حالت بنای قدیمی هست که از حالا
ملات محلی اینجا که گویا ساروج و این چیزا باید باشه ساخته شده. سنگ ها کاملا مشخصه که دستکاری نشده. الان شاید یه ملات بهش اضافه کرده باشند. بعضی جاهای کوچیک بازسازی شده و جایی که در حقیقت میبینیم اصطلاحاً فکر کنم یه کاخ مانند روی همون عمارت عیانیشون بوده. در زمانشون که همون که گفتم مال 800 سال پیش دوره این خانیا بوده و تیموریا. از ورودی اصلی راه رو بریم وارد حیاط مرکزی میشیم که احتمالاً پوشش سقف نداشته. اتاقات توی حیاط مرکزی بودن، احتمالاً تو اطرافش کمباری و زیربست داشته این چیزا بوده. درشت پلکان هم داره که میره حیاط مرکزی، طبقه دوم داره. میریم میبینیم با هم کف اتاق و بالکن هم که مورد به طبقه دومه. اینجا اهمیت و ذخیره مال آب شیرین بوده که گویا کانال کشی داشته و آب انبار اختصاصی داشته که یه سر میزنیم و این آب شیرینش گویا تو این شهر قدیمی معروفه که اینا آب شیرین داشتن. بریم ببینیم حالا داخل خود عمارت به چه صورته. پله ها که با همون بافت قدیمیشه و سردرش چوب گذاشتن. این همون حالا اتاق سمت چپ و راستی که گفتم خدمتتون بود. اینجا هم خب یه ورود به همه نوشته که بالا نرید. این هم که یه پله ها بوده میرفته بالا، طبقه دومش احتمالا بوده که حالا چیزی ازش نمونده. اینجا همون سرسراشه که سقف نداشته، حالا گویا محل مثلا حضور و دید و بازدید و همراهی این چیزها بوده. خب یه چیزی میگم، چرا واقعا آدم رو بناهای تاریخی میاد؟ من نمیفهم واقعا یعنی چی. نکنید دوستان، به همه میگم، گرچه دوستای من این کارو نمیکنن ولی نکنید. چی آخه نوشتی بنای تاریخی رو؟ به خدا که هیچ جای دنیا همچین کاری نمیکنن. اگر احترام به فرهنگ خودت نذاری کسی بهش احترام نمیذاره. پس اول از خودمون شروع کنیم. بنای تاریخی یادگاری می‌نویسید داخل. توی داستان‌های کمیک هم این قفله. خب اینجا این لوکیشنش، خب اینا اینجا گویا اتاقا بوده. چون اگه این رو بگیم حیات حالا عمارت، ببینید دور تا دورش رو تقریبا یه حالا اتاقهایی داشتن که مهمونو می اومده یا هر استفاده دیگری داشته. اینم عمارت اعیانی شهر باستانی حدیده، اگه اسمش اشتباه نگفته باشم. اینم این جالبه، اینجا خیلی ساخته ساز داشته ولی خب بیشتر از این نتونستن اصطلاحاً بازسازیش کنن. بریم ببینیم دیگه از این شهر چه بقایایی پیدا میکنیم. خب به محیط حالا وسطش میرسیم. این نمیدونم کیه، میریم با هم نگاه کنیم. این که مسجد بود دیدیم، عمارت اعیانی، حمام، یه توپون وسط. میریم با هم ببینم این بله این داداشمون سعدیه. میگه که شاعر بوده. خب همش میدونیم چرا اینجا. میخوام ببینم چرا عکسش اینجاست، آیا دلیل خاصی؟ آها بله میگه بازرگان را شنیدم که 150 شتر بار داشت، 40 بنده خدمتکار، شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش درآورد، همه نیازمند همه شب نیارا میده. چقدر ما فارسی بلدیم. از سخنان
ایشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان، فلان بضاعت به هندوستان و به این قباله فلان زمین است و فلان چیز و فلان زمین. این داستانی که سعدی توی باب 3 حکایت 21 داره گویا اینجا اتفاق میفته. به خاطر همین این داستانی بود که بیرود آن شنیدستی که در اقصای بار سالاری بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اون داستان یا اون شعر مربوط به گویا این لوکیشن بوده، یعنی توی این لوکیشن اون تاجر رو میبینه که با سعدی صحبت میکنه من فلان دارم بیسار دارم از این چیزا. خب چون ازش میپرسم میگه که خب این همه داری، خب چه حسرتی داری؟ میگه که سفری در پیش دارم که اگه اونو انجام بدم دیگه هیچ مشکلی ندارم. میگه خب چه سفری؟ میگه گوگرد پارسی به چین ببرم، بعد کاسه چینی به روم ببرم، دیبای رومی به هند ببرم، فولاد هند به حلب ببرم، یا آره دیگه حلب بچه‌ها ببخشید دیگه، آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زن پس ترک تجارت کنم. خب با توجه به اون زمانی که حالا اون زمانها که خیلی وسایل حمل نقل نبوده، خودش این 200 سال عمر میخواسته. چون از اون پس میگه که بعد این همه توضیح میده به سعدی، میگه سعدی خب تو یه چیزی بگو از اون که دیده شنیدی. سعدی همین حرفو به همین دوستمون میزنه که تو این همه داری و این یه سفری که تو گفتی اینقدر طول میکشه. میگه آن شنیدستی که در اقصای قور بار سالاری بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگه منو به جرم توهین به ادبیات فارسی گرفتن، کمپوت آناناس دوست دارم بیارید. خب بریم به سمت توپ. خب اینم یه توپ جنگیه. خب بچه اونجا هم لوکیشن داره، من فکرم تموم شده. توی محیط خود این شهر اصطلاحاً پیداش کردن. بله کاملا مشخصه که قدیمیه و گویا به پرتغالی هم تعلق داشته بچه ها. چون پرتغالی حمله کردن، این مال اون زمان هست. دوستان پرتغالی این توپتون ما اینجا نمیدیم، بریم در خونه خودتون توپ بازی کنید. خب بچه از محیط توپ و نمیدونم همون و این چیزا که میاید این راه رو میرسیم به اینجا. من از اون راهنمایی هستم که خودم مثل شما همزمان هیچی بلد نیستم، به خاطر همین هرچی که میبینیم با هم میبینیم، هیچ علمی هم از قبل ندارم. اینکه خب اینجا نوشته که منبر تاریخی که حالا اون بود که الان رد شدیم از توش. ببینم آیا این جز لوکیشن های این شهر حساب میشه یا نه. فکر نمی کنم بچه، چون نوشته موزه شهر تاریخی حریره. گویا اینو دیگه حالا خودمون اصطلاحاً ساختیم و گویا شهر اینجا اصطلاحاً به پایان میرسه. یه موزه هم داره که الانی که داریم با شما صحبت میکنم در بسته است. حالا خوش آمدیم، یه خوش آمدیم اینجاست. خب بچه ها اینجا انگار گویا میشه رفت. بپرسم بعد بهتون میگم. خب بچه ها اجازه دادن اینو محیط موزه شونه مربوط به شهر حریره. اجازه فلش نداریم ولی این محیط رو دارم. بسیار زیبا. کاسه سفالی. خب هرچی که اینجا میبینیم مال همین شهر بوده که چقدر زیبا.
یه لحظه سکوت کردم واقعا چقدر اینا قشنگه. ببین همه رو داره میگه محل کشف شهر تاریخی هریره. دورانش هم که اتابکان فارس و سلجوقیان و بازم همون. ببینم از نظر من اینا زیبان یا واقعا شما هم چقدر قشنگ روش کار شده. قرن ششم هجری شمسی. توپه رو که یادتونه بچه ها؟ اینم گله هاش بسیار زیبا. قدمت صفوی، ظروف سفالین. چقدر زیبا، چقدر زیبا. نوشته که پیرسون سفالی تکایی از عطردان شیشه یه مجسمه کوچک یکی از خدایان هندو، پارواتی. این پارواتی. اینم احتمالا سرستون باشه. بله خب نشون میده که من سرستون رو میشناختم. بعدشم خونده نقاشی خونده سرستون. پیشنهاد میکنم ببینید بچه ها، جالبه. البته اینم بگم امتیازش اینه که هوا به شدت گرمه، میاد اینجا خنک و لذت میبرید. اینجا هم یه فیلم میذارن در مورد خود شهر تاریخ. یه مارکته. ای بابا یه خونه هم اینجاست. آره بابا از اونو میستگم بابا از وایسا ببینم چشم. این رو مارکت اصلی شهر. اوکی؟ موفق باشید. اینم که حالا در حال میشه انتهای شهره و دیگه بقیش محیطیه که ساخته شده. اینم محیط بیرونیشه که دیگه جزئی از اصطلاحاً شهر نیست. پایان خب بچه ها اینم جا موند، این درخت کهنسال. خب اینم کار اوستا کریم، یکی از قدیمی ترین حالا درختان، با توجه به اینکه بگیم شهر هریره قدیمی ایرانه، یه درخت بسیار کهنسال و جالبه. بریم جلوتر. جالبیشو بچه به خاطر این گفتم که این اگر جزئی از درخت باشد یعنی درخت زنده است. اینم دار تا دورش. اینم از اون هنرهایی که التماس میکنم نکنید، خواهش میکنم نکنید تو رو خدا. اینم محیطشه. بله طبق معمول اینه که خب فکر کردن که درخت احتمال پیغمبر یا پیغمبر زاده است. حالا باز عیبی نداره، اینو کوتاه میام ولی این نه. نخ ببندید میشه نخ باز کرد، ولی که نقاشی میکشید و تاریخ میزنید خیلی جالبه. چه ساخت عجیبی هم، چه طرح عجیبی خداوند تو این درخت گذاشته. بسیار زیباست. یه تیکش هم عربی بگم حال کنید، احسن الخالقین اینو ساخته. نگاه کن تو رو قوم بابا، خیلی بیشورید. هی من میخوام توی این فیلم ادب و آخه این چرا رو همچین درختی میای حکاک بابا؟ خیلی خرید، خیلی خریدا. تو فکر کن یه توریست خارجی ببینه چی فکر میکنه؟ من نمیدونم. تو رو خدا بزرگ بشید، یکم به خودتون احترام بذارید، به فرهنگ خودتون احترام بذارید. نگاه کن تو رو خدا.
دی جی اکبر اصغر سعید. سنگ قبرت باشه خب اونجا نرسی. ببخشید دیگه خواستیم فرهنگ سازی کنیم خود زدیم. بچه ها سلام. از یه هوای بسیار بسیار گرم تو کیش اومدیم با هم بریم شهر تاریخی هریه رو با هم ببینیم. یه شهری که مربوط به دوره ایلخانیاست. بعد یه سری موزه هم داره که با هم میریم میبینیم که از دوره سلجوقیان یک حفاری داشتن و اشیای قدیمی پیدا کردن. شهری که داریم میریم با هم نگاه کنیم شهر تاریخی هریه است که ورودیش هم به این صورت. بچه خب بچه ها اینم آخرین تکه جا مانده از شهر هریره کیش. خلیج همیشگی فارس و عزیز ما. اینم بندرگاهشونه که مربوط به شهر هریره بوده. به این صورت اینم بندرگاهشون بوده که خودش جذابیت خودشو داره و واقعا زیباست. واقعا زیباست. هرچی بگم از زیبایی این بندر تاریخی کم گفتم، به شرطی که اونا تاریخ دوست باشید. ما بریم نزدیکش، گویا اجازه داریم بریم. یه تمدن 1000 ساله رو ببینیم. البته یه بدیش توی اماکن تاریخی ماست. خب الان کسی از اینجا توضیح بده. شاید اون باشه فعلا گرم نیومده که به چه دلیل ساخته شده، کاربردش چیه و از اینجور اطلاعات. اینم بندرگاه از جلو و اینم زیبای ما خلیج عزیز فارس. خب اینم نمای روبروی حالا بندرگاه هریره. حیفی اومدیم این تیکی زیبایی با شما به اشتراک نذارم. اینم که دارید میبینید یه محیطای شکل گذاشتم واسه امنیت. آیا اینو ساختن نساختن و چه کار داره نمیدونم و احتمال دلیل خاصی داشتم برای این ساخت و ساز که ما به دلیل نبود راهنما هیچ دیتایی نمیتونیم به شما بدیم. ولی فقط میدونم که نمای بسیار زیبا و جذابی است. ببین اینجا نگاه کنید. پس اینا با توجه به اون خطوطی که دارید میبینید، این دست ساخت. ببین بچه این پله است. پس اینا احتمال از پایین که میومدن کشتی ها احتمال میومدن اینجا، چون این حالت پله داره. خودم کشفش کردم. پس این کار طبیعت نیست، دست سازه و اینجا که خب مشخصه مربوط به بالا اومدن مسافر باید باشه. احتمال قایق‌ها تا اینجا می اومدن. از این پله ها خب آدم ها می بله اینجا خب عرضم خدمت شما که چی بگم، نمیشه هر کلیپی بگیرم و تهش هرس نخورم، ولی شما باشید هرس نمیخورید. پیاز آتیش اومدی روشن کردی آخه. استغفر والله. نگاه کنید چقدر این احتمالاً طبیعت زیباست و چقدر این